من خودم بچه بودم، 13-14 سالم بود. اون موقع آهنگ رپ گوش کردم. تو منطقه‌ای هم بودم، یعنی داخل شهر بودم که خیلی حالا با تکنولوژی پیش نمی رفت و اون زمان ها کلا سلیقه اکثر حالا مردم و حتی جواناشون هم آهنگای محلی و سنتی و آهنگای حالا بختیاری و جدا از خفن بودنشون سلیقه‌شون اونها بوده. یعنی خیلی کم پیش می اومد مثلا یه نفر رپ گوش بکنه. یه سری افراد خاصی که اونا مثلا رپ گوش میدی، این رپ گوش میده. یعنی اون موقع اینجوری بود. حالا خلاصه کاری ندارم، اون موقع من رپ گوش کردم، خیلی هم کاری نداشتم که مثلا طرفدار چی میگه یا اون شعرش قراره چه محتوایی رو برسونه. همینجور من صرفا شنیده بودم، حال کرده بودم باش. یا ریتم تندی داشت، اکثرا اون موقع اینجوری بودن ها. حالا یه سری افرادی هم بودن خیلی عمیق‌تر بهش نگاه میکردن، عمیق‌تر کارها رو گوش میکردن، به واسطه اینکه هنرمندان اون آثار رپ کارهای عمیقی رو میخواستن انجام بدن و حرفای خیلی عمیقی رو توی موزیکاشون، توی ترکاشون میزدن. یادمه اون موقع من بچه بودم، آهنگ نامی به فرزند یاس، اون موقع یاس این کارو خوند و موزیک ویدیوش همه جا پخش شد و خیلی ترند شد. و البته اون موقع خیلی اینستاگرام اینا نبودن، کلا توی حالا همون فضای محتوای برنامه‌های ماهواره‌ای توی حالا شبکه‌ای که موزیک ویدیو پخش میکردن خیلی پخش میشد. بعد به واسطه اون خیلی از افرادی که پدر مادر خودشون رو گذاشته بودن خانه سالمندان، به خاطر آهنگ رفتن پدر مادر خودشون رو در آوردن. یعنی میگم هر کدومشون یه تاثیرگذاری خاصی رو داشته. بیتایی که براشون میزدن امضای خودشون بود. مثلا رضا پیشرو بیتاش همیشه هیپ هاپی طور بود، یا هیچکس مثلا همیشه بیتاش تلفیقی طور بود، سازای ایرانی با سازای غربی. کارهای بهرام خب خیلی سیاه و دارک بود بیتاش. یعنی تو حتی از روی بیت کار هم میتونستی بفهمی که کار ما رو کدوم رپر میخواد بخونه. و تمام آهنگایی که اون زمانها از رپرها اکثرا میشنیدیم یا دلنوشته های، اتفاقا دلنوشته عاشقونه‌شون به ندرت بود. عذرخواهی میکنم، یعنی آهنگای عاشقانه‌شون کم و بیش بود. مثلا از 10 تا ترک ممکنه مثلا 6 تاشون که اونم 4 تاشون مثلا اجتماعی باشه، 4-5 تاشون 3-4 تاشون هم حالا دلنوشته باشه، ته یه دونه آهنگ مثلا گنگ هم خونده باشه تهش. حالا اینا چرا دارم میگم؟ میخوایم یه مقدار بریم جلوتر در مورد رپ فارسی که الان یه عده دارن اونو معرفی میکنن، میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. میگم که هر رپری امضای خودش رو داشت، یک حرفی برای گفتن، یک سندی برای ارائه دادن. حالا 10 سال گذشت، رفته موسیقی ما رفته جلوتر، رپ ما رفته جلوتر و رپ ما در حال حاضر الان تبدیل شده به این، یعنی چیزی که نسل چهاری ها دارن اون رو به عنوان رپ معرفی میکنن و اون رو دارن ارائه میدن. و این وسط به واسطه ی آژانس های تبلیغاتی و رسانه های پرقدرتی که اطراف خودشون دارن میان این ترک ها رو به زور میکنن تو چش و چال مردم. و خیلی از نسل های 80 که فکر میکنم آشناییتی ندارن یا حالا نبودن با نسل های 70 و 60 که اون نسل از رپرها رو گوش میدادن با اون شعرها، با اون محتواها، و متاسفانه فکر میکنن رپ در حال حاضر چیزیه که نسل 4 دارن تولید میکنن. اصلا من مشکلی ندارم با اینکه چرا این آثار داره تولید میشه. مشکل اصلی من اینه که چرا اینها رو دارن به عنوان رپ معرفی میکنن. به خصوص نسلای تینیجر، حالا ببخش نباید از این واژه استفاده میکردم، سعی میکنم از واژه‌های پارسی استفاده بکنم، کم و بیش قاطی میکنم دیگه. اما این بچه های بین حالا 14 تا 20 ساله، چه دختر چه پسر، 22 ساله الان که میان این موج از سطحی نگری در رپ رو دنبال میکنن، صرفا به خاطر اینکه یک ریتم باحالی داره و بتونن با اون حال کردن یه فضایی رو بگیرن. چرا؟ چون حالا میخوام برم تو فاز خودشون دراگ مصرف بکنن، مشروبات الکلی بزنن. کاری ندارم به این چیزا حالا بخوام بگم مشروب بزنید، دراگ بزنید یا نزنید. به خاطر این فضاها میان این موج از
موسیقی های رپ رو گوش میکنن که متاسفانه همین رو هم میان به عنوان رپ معرفیش میکنن. مشکل من دقیقا اینجاست که چرا همچین کاری رو به عنوان رپ دارن معرفی میکنن. رپ که یک چیز خیلی فراتر از این هاست، هممون هم شنیدیم. اصلا رپی موسیقی اعتراضی بوده، نه داخل ایران و توی همون غربش دارم میگم، یه موسیقی اعتراضی بوده که اون موقع تشکیل شده. که اون زمان هم یه فیلمی دیده بودم یادم رفت، بچه‌های ناف، یادم رفت اسمشو، می‌نویسم این زیر حتما. اون موقع آهنگ اعتراضی داده بودن که حالا پلیس ها سیاه‌پوستا رو اذیت می‌کردن، آهنگ فاکت پلیس رو خونده بودن. یه داستانی داشت برای خودش و هر کدوم یک موج جدیدی رو خلق میکرد. ولی الان اون موجی که خلق نمیشه هیچی، یک موج بی تفکری هم داخل ذهن مثلا خیلی آدما داره میره، تو ذهن منم میرفته. مثلا من نمیفهمیدم این چی داره میگه، اصلا معلوم نیست داره راجع به چی صحبت میکنه. 2 ساعت داخل کل آهنگ داره میگه من خفنم، دوست دخترای بقیه دارن به من نگاه میکنن، دوست دختر خودم هم داره به من نگاه میکنه، من اینم حالشو ببر. خب این هیچ چیزی به من نرسوند واقعا. یعنی تهش خب چی، منم الان از این الگو برداری بکنم؟ چون بعضی وقتا آدم آهنگ گوش میده خودشو میذاره جای طرفی که داره میخونه. خب من الان خفنم، دوست دختره اینا دارن به من نگاه میکنن. خب یعنی چی؟ این که نشد هنر، این که نشد خفن بودن. این همه دانشمند توی جهان وجود داره، یه زمانی سلبریتی های دنیا دانشمندان اون بودن. آلبرت اینشتین به خودش نمیگه خفن، نیکولا تسلا به خودش نگفت خفن. بعد مثلا این رپری که یه شیشه مشروب میتونه تو دستش بگیره، هم میتونه به خودش بگه گنگه، هم میتونه به خودش بگه خفن. بابا رپرهای قدیمی اگر گنگ میخوندن یا میگفتن من گنگم، واقعا گنگ بودن. یا اگه دیس بازی داشتن با مثلا گروه های دیگه، رپرهای دیگه، واقعا همدیگه رو میخواستن سرویس بکنن. رضا پیشرو هر جا سامان ویلسون رو میگرفت دهنش رو سرویس میکرد، پارش میکرد. مثل الان نیست که اینا میان 4 تا فوش میدن به هم دیگه، دیس میکنن خودشونو. آژانس‌های تبلیغاتی هم میان روی این دیس بازی‌ها مانور میدن، ویدیوهای یوتیوب میره بالا، درآمدشون میره بالا. اصلا به خاطر درآمد هیچ مشکلی هم با هم ندارن. یعنی صرفاً به واسطه یه همچین ایجاد تفکری دارن کلاه میزنن رو سر مخاطب که بتونن خیلی راحت از مخاطب سوء استفاده بکنن. یعنی همین الانم که من بعضی وقتا حالم گرفته میشه، میرم آهنگای نسل یکی رو گوش میکنم. از جامعه و از اون کمبودهایی که من و تو داشتیم صحبت میکنن و برامون تصویر سازی میکنن و یک جوری مرهم دردمون میشن. یه جاهای شایع میاد یه آهنگای انگیزشی میخونه و مثل خیلی های دیگه میان مواد کشیدن رو، سیگار کشیدن رو ترک میکنن، چون این تأثیر رو اون رپر گذاشته بهشون. برعکسش یه رپر دیگه داره میاد تبلیغ میکنه که آقا ماریجوانا بکشید، دراگ بزنید. و این داره جوون افسرده میکنه ها. به مرور اصلا خودم رو میگم آقا من اینو دنبال میکردم، این رویه رو میرفتم جلو، افسرده میشدم ها. همش هی پیشکی نیست، تو رفتی من جر خورم، یه بیت دوم بودم خیلی سنگینی هم داره، حالا اصلا یه چیز خیلی وحشتناک. حالا من چیز خیلی موارد هستن ها که مثلا نذاشتن به خصوص رپرهای نسل یکی بیان جلو و مجوز بگیرن. ببین به هر حال مافیا، ببین مافیا از حکومت میاد، حکومت در واقع مافیا رو میسازه. خب حکومت با هنرساز مخالف میزنه دیگه. این کارهایی که توی ایران میبینید دارن انجام میشن، کنسرت های آهنگ های پاپی که دارن انجام میشن، به خدا اینا هنر نیستن ها. این شعرهای مزخرفی که خواننده ها میخونن، نمیخوام بگن مبتذلن، اتفاقا من اصلا کاری به ابتذال ندارم، دارم میگم حرفی رو نمیرسونن به آدم. من اتفاقا میخوام مقایسهش بکنم با آهنگای، یعنی محتوای کارهاشون رو مقایسه بکنم با محتوای کارهای مثل مایکل جکسون. به حال اونم پاپ غربی میخونده دیگه. خب ببینید اون چه چیزی رو داره، چه حرفی برای گفتن داره، اینا چه حرفی برای گفتن دارن. هیچ، یعنی من هیچ چیزی یادم نمیشه به جز اینکه 4 تا جمله های عاشقانه از اینکه تو رفتی و من دلم تنگه، تموم شده رفت. یعنی هیچ چیز دیگه نمیخوام به تو ارائه بدن. خدا بیامرزه پدرس موسیقی سنتی رو باز از یه طبیعتی، از یه انسانیتی داخلشون حرف میزنن.
خلاصه داشتم میگفتم هنر، یعنی هنر این رپرها قدرت کلامشونه، قدرت شعرشونه و مافیای موسیقی پاپ اجازه ندادن که رپرها مجوز بگیرن و پیشرفت بکنن. چرا؟ خب اگر رپرها می اومدن بالا میتونستن مجوز بگیرن که دیگه کسی کنسرت این پشمکای پاپ نمیرفت دیگه. وقتی یاس کنسرت میذاشت، وقتی هیچکس کنسرت میذاشت، وقتی بهرام کنسرت میذاشت، انتظار داشتی یه مش، یعنی مردم برن کنسرت یه مش آدم 2000 مثل، نباید اینجوری میگفتم، انتظار داشتم برن کنسرت یه مشت آدم بیهنر مثل حالا مثلا سهراب پاکزاد و نمیدونم معین زد آره توی یه جا خوندم، همین که میکروفون این حالتی کرده، نمیدونم اسمش دقیقاً چیه، نمیشناسمش. یا خیلی های دیگه اصلا کنسرت اینا نمیرفتن مردم. یا مثلا امیر تتلو رو چرا بهش مجوز نمیدادن؟ امیر تتلو اگه مجوز میگیره ورزشگاه آزادی رو پر میکرد. امیر تتلو اگه مجوز کنسرت میگیره دیگه اینا نمیتونستن کنسرت بزنن، چون اینا دیگه پلشتی نبودن. خیلی از این مردم هم میبینن فقط به زور میخوان این کم حالا هوا عوض بکنن میرن کنسرت اینا، وگرنه اینا هنری ندارن، نه صدایی دارن نه هیچ چیزی ندارن. یه معضلی وجود داره به اسم اوتوتیون که خیلی از خوانندگان پاپ و به خصوص رپرهای نسل 4 خیلی خوب دارن ازش استفاده میکنن، به یه جوری که مثلا میخوان گوش آدما رو کر بکنن از شدت اوتوتیونشون. یعنی تو اوتوتیون رو بده به بوز، فیلم رو دیدین دیگه، خیلی معروف شده. اوتوتیون انداخته رو خر، رو صدای خر خواننده شده. حالا حساب بکن یه نفر هست نه شعر داره نه صدا داره، میخواد بیاد 4 تا خونه. خب همین اوتوتیون رو میندازه رو صداش و میگه برو مامبل رپ بخون، چون به قول خودشون مامبل رپ یه فضاییه که کاری به حرفی که زده میشه نداره، صرفاً وایب اون موزیک مهمه. ببین چه چیزی رو برای خودشون درست میکنن، یعنی یک توجیه هم برای خودشون میارن. این اصلش اینه. خب حالا تو با واسطه اینها میتونی بری آهنگ بخونی و بشی رپر، خیلی راحت به نظر من. یه دونه دوربین خوب بگیر، 4 تا پلان خوب بگیر، 4 تا ترانزیشن بنداز، اینم از موزیک ویدیوز انداخته بیرون. حالا میخوای وایرال بشه، بیا یه 4 تا حرکت خاص انجام بده، یه مدل اونجوری بیار، یکی رو بیار سینه‌شو اینجوری بندازه بیرون، به واسطه همون سینه‌ای که انداخته بیرون کار ویو میخوره و طرف فکر میکنه کار خوب بوده، در صورتی که اینها میان رسانه سازی میکنن یا حالا یه جورایی آژانس‌های تبلیغاتی که گفتم بازی سازی میکنه توی محتوا و این باعث میشه که محتوا به خاطر زرد بودن بیش از حد خودش توی فضای مجازی و سوشال میدیا دیده بشه. چرا؟ چون بیش از حد زرده. خب این رفته رفته چپونده میشه داخل ذهن مخاطب. نسل 60 و 70 شاید یه مقدار آگاهی داشته باشن، بدونن یا سلیقه‌شون فرق بکنه چون چیزهای خوب دیدن و شنیدن، ولی نسل 80 چون چیز خوب نمیخواد بشنوه، نمیتونه قبول بکنه که این کار ضعیفه، نمیتونه قبول بکنه که این کار به دردش نمیخوره. مگه ما چند بار قرار زندگی بکنیم؟ ما الان اومدیم بعدش معلوم نیست یا میریم بهشت و جهنم یا اصلا تناسخ میشه یا میریم داخل یه بدن دیگه، هیچ اتفاقی معلوم نیست. حداقل الان که اینجا داریم زندگی میکنیم برای خودمون، برای گوش خودمون ارزش قائل بشیم، یک چیزی رو گوش بدیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم، الهام بگیریم. من خیلی وقتا خیلی از ترک‌های رپی که از نسل 1 یا 2 رو دارم گوش میکنم سعی میکنم ازشون الهام بگیرم، چون واقعا قشنگ حرف میزنن و همین خوب حرف زدنشون باعث میشه که من ازشون یاد بگیرم. این چیزیه که به نظر من هنر میتونه به شما خیلی کمک بکنه، به من مخصوصا کمک بکنه و تأثیر بذاره روی من، چون من قراره آدم خوبی باشم، قراره که در کنار اینکه آدم خوبی باشم به دیگران هم بفهمونم که همه آدم ها یعنی این وظیفه رو دارن که به دیگران بفهمونن باید انسان خوبی باشیم. تمام شده رفت. در کل میخوام بگم خیلی توجه نکنید به این نسل 4 که دارن خیلی از خودشون نشون میدن، خیلی خفن خودشون رو دارن جلوه میدن. همه اینهای نسل 4 که دارید میبینید همشون همون بچه قنداقی هایی بودن که بغل مامانشون بودن، آهنگای نسل 1 رو گوش میدادن و آرزوشون این بود که یه روزی امثال نسل 1 رو از نزدیک ببینن. به الانشون نرین
که یه مقدار حالا دیده شدن، وایرال شد آهنگ‌هاشون، میان نسل یک رو هم حتی مسخره میکنن. اینا اصلا عددی نیستن در برابر اسطوره‌های بزرگ رپ فارس. اینا اصلا رپر نیستن که ما بخوایم در جمع رپ فارسی ها قرار بدیم. حالا من این نکته رو هم بگم، من نمیخوام بگم کل نسل چاریا بدن، یه سری نسل چاریا بینشون خوب هست که حرفی برای گفتن دارن، اجرایی برای گفتن دارن و به هر حال کارشون رو میشنوی لذت میبری، گرچه به جز آهنگ گنگ چیز دیگه ای ندارن و کل حرفشون اینه که من خفن ترینم. حالا سعی کردن یه مقدار اون شعره رو دستکاری بکنن، شعر قشنگتر دیده بشه، کلمات جذابتری داشته باشه، آرایه های ادبی جذابتری داشته باشه، یه مقدار حالا خوب خودشون رو نشون بدن. ولی در کل میخوام بگم ما چی بودیم، رپرای ما چی بودن، جامعه ما چی بود و تفکر ما به نسبت موسیقی رپ چی بود و الان شده چی. و متاسفانه این فاجعه رو دارن به عنوان رپ معرفی میکنن، در صورتی که رپ اصلی اونجاست. این خیلی مهمه. مقصر پدر مادر ما هم هستن ها. به این مثال میزنم، ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، مثلا مریض میشدیم، پدر مادر میخواست ما رو ببره دکتر، بعد میگفت آقا سر زنگ ریاضی نبریمش، سر زنگ ادبیات ببریمش که زیاد مهم نیست. آخه چرا مهم نیست؟ ادبیات خیلی مهمه. ادبیات کلام ما، ذهن ما، شعور ما و فرهنگ ما رو تشکیل میده. این مقصریه که یعنی همین ادبیات رو جدی نگرفتن حتی توی تحصیلات، حتی از طرف خود آموزش و پرورش. یعنی خود آموزش و پرورش هم نیومده این مقوله رو خیلی جدی در نظر بگیره. خب این باعث شده که ذهن بچهای 80 و 90 الان قدرت تحلیل کلمات رو نداشته باشه و اصلا نخواد بیاد اینها رو تحلیل بکنه. میرن داخل خیابون مصاحبه انجام میدن، میگن سورنا یا مثلا فلان رپر یا مثلا یاس یا فلان رپر، بعد طرف در میاد میگه آقا یاس و سورنا خیلی سنگین میخونه، من نمیفهمم. خب این خیلی بده. یعنی یک هنرمندی که داره با زیبایی های تمام، خب اون شخص اگه حافظ و فردوسی رو هم بذاره جلوش نمیتونه بخونه. بله دیگه، وقتی کتاب عظیمی مثل شاهنامه فردوسی بین همه جوانهامون کم شده خوندنش، انجمنهای شاهنامه خوانی توی ایران کم شده و خیلی ها از فرهنگ و ادبیات بخوان فاصله بگیرن، بخوان موارد سطحی رو بیشتر نگاه بکنن و اونها براشون جذاب بشه، همین فاجعه هم براشون پیش میاد. من پیشنهادم اینه که واقعا یه سری چیزا میتونه تاثیر بذاره روی تو، یه سری چیزا روی خود منم خیلی تأثیرات بدی گذاشته. اصلا یه جایی من دیدگاه هم و نوع نگاه هم به یک سری چیزها کاملا منفی بوده، مثل همین روابط دختر و پسری که داخل فضای اینستاگرام کلا تغییر پیدا کرده. دختر شده فمینیستی، پسر شده حالا پسر لاشی، حالا هر اصطلاح دیگه که مخصوصا الان توی سوشال میدیا دارن براش به کار میبرن. ذات نر، ذات ماده. ببینید زن و مرد سراسر عشق آفریده شدن تا در کنار هم مکمل هم باشن و به آرامش برسن. گول این حرفای مزخرفی که توی فضای مجازی دارن میزنن و دارن مغزها رو شستشو میدن نخورین. من جز اون افرادی بودم که مدام این کلیپ ها رو توی اینستاگرام میدیدم و روم تأثیر میذاشت، روی همه آدم ها داره این تأثیر رو میذاره. شاید الان خیلی ها بخوان اینو قبول نکنن، ولی به مرور این ثابت میشه به طرف. اینو جدا دارم میگم. حواسمون باشه داریم چی رو نگاه میکنیم، حواسمون باشه داریم چی رو گوش میکنیم. چیزی که نگاه میکنیم یا چیزی که گوش میکنیم شخصیت ما و آینده ما رو در بعدها تشکیل میده. حالا اون آینده چه خوب چه بد، مهم اون چیزیه که ما انتخاب میکنیم برای شنیدن و دیدن. خیلی مراقب این موضوع باش. مخلصم.